من به این عقیده هستم که هر تنظیم جهادی، هر تنظیم اسلامی، هر حرکت فکری، هر مؤسسه دینی در ظرف 23 سال نتواند نسلی رو تربیت بکند، نتواند به اهداف و آرمانهایی که ادعا می‌کردند و می‌کنند برسند، یک اکس بزرگ علامت باطل سر این تنظیم بکشید. ولو این که در یک دستش کتاب الله باشه، در یک دستش هم بخاری و مسلم. دلیلش چیست؟ چرا؟ چون یک تنظیم فاشل، غیر موفق، راه رو غلط رفته. ولو این که منهجش منهج قرآن و سنت بوده، راه رو غلط رفته. ولو این که ادعایش رضای خدا هدف ماست، قرآن قانون ماست، جهاد در راه خدا آرزوی ماست، شهادت از بزرگترین آرزوهای ماست، ولو این که شعارش اینا باشه، وقتی در ظرف 23 سال نتوانند به اهداف و مرام و آرمانهای خود برسند، در ظرف 23 سال نتوانند یک نسلی رو تربیت بکنن، یک اکس بزرگ روشون باید کشید. و این 23 سال هم 23 سال دعوت رسول الله، 23 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم، 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، یک نسل رو تربیت کردن. وقتی که این تنظیم ما 40 سال از عمرش میگذرد، 60 سال از عمرش میگذرد، 100 سال از عمرش میگذرد، اما یک نسلی رو تربیت نمیتواند بکند که حداقل یک نفر در بینش پیدا شود که جانشین رهبر شود. ادعایشان همیشه قرآن و سنت و فلان بوده است، اما وقتی که میبینیم یک همین سازمان های اسلامی و تنظیم، یک مؤسسه های دیکتاتوری خانوادگی منحصر به چند فرد است. پدر رئیس بوده، بعد از او پسرش جانشینش میشه، یا برادرش، یا از همون اطرافیان نزدیکش، یا منحصر به یک قوم و به یک قبیله و به یک شهر و به یک ولایت و حتی به یک ده هستن. چرا؟ چه فرقی بین این تنظیم و این سازمان اسلامی و بین یک پادشاهی دیکتاتوری وجود دارد؟ فرق بین کره شمالی و نظام پادشاهی مطلقه و بین تنظیم‌های اسلامی چی است امروز؟ تقریبا همین مشکل داره. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم چطور این نسل رو تربیت کردن؟ این نسل رو ساختن، شخصیت دادن به اونها. وقتی که ما مثال میاریم تنظیم‌ها و سازمان‌های اسلامی رو، به خاطری که امروز شما عضو یک تنظیم اسلامی باشید، تا یک کمی سر بلند بکنید میزنن به سرتان، یا استخباراتشان، یا از نگاه سیاسی، یا از نگاه اخلاقی، خلاصه به یک شکل شما رو چیکار میکنن؟ نمیذارن سر بلند بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقاً عکس این کار رو میکردن. شخصیت سازی میکردن، قهرمان سازی میکردن، همت رو به اونها میدادن و از اونها افرادی میساختن که گفتیم همتشان تا ملکوت اعلی بود. این نسل رو پیامبر چطور با این همت تربیت کردن که توانست بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم هنوز یک دهه نگذشته بود که همه این امپراتوری‌ها در مقابل اینا سر تعظیم فرو آوردن و این عزت و مجد و عظمت تا 100 سال پیش، 150 سال پیش وجود داشت. همین آمریکایی که این همه دبدبه و کبکبه داره الان، کسی رو آدم حساب نمیکنه، تا 150 سال پیش، 100 سال پیش به مسلمان ها جزیه میدادن. همین آمریکا به خلافت اسلامی جزیه میداد.